و از این لحظه بازی آغاز میشه. برای تیم استقلال سینا سعیدی‌فر در اون دروازه قرار گرفته، صالح هردانی، رافا سیلوا، محمد حسین مرادمند، سید ابوالفضل جلالی، مهدی پور، روزبه چشمی، سعید مهری. بازیکن استقلال میزنن یه پاس پشت دفاع، ببینیم با این توپ چیکار میکنن. گل اول آیا به ثمر میرسه یا خیر؟ و اونجا محمد رضا اخباری یه مهار دیدنی نذاشت ارسلان مطهری دروازش رو باز کنه. ارسلانی که این فصل اولین گلش رو در دبی رفت زد. اونجا تنه به تنه با آقا جانپور جلو رفت، یه پاس رو عقب، مهری حالا با پای چپ یه ارسال، بعد توپی که اخباری میتونه بگیره و اونجا نقطه پنالتی رو داور نشون میده. ارسلان مطهری دست بلند میکنه برای زدن ضربه پنالتی. رضا عادل بلافاصله سوزو زد و نقطه پنالتی رو نشون داد. اونجا بازیکن تراکتور دورش میکنن، این کارت زرد هم داد و صحنه رو ببینید. اینجا اینو خطا گرفت، کارت زرد هم به اسدی داد. خط روی ارسلان مطهری و بلافاصله رضا عادل سوتو میزنه. رضا عادل، مهدی قائدی حرکت میکنه میزنه و توی دروازه 1-0 به نفع استقلال. جهت رفت محمد رضا اخباری، اما ضرب توپ زیاد بود، زاویه توپ هم خوب بود و 1-0 استقلال با گل مهدی قائدی جلو میفته. 46 گل پس استقلال. ببینیم صحنه رو. اینجا با پای راست خوب رفت اخباری، اما زاویه دار و محکم زد مهدی قائدی. حالا به جمع 10 گله های رقابت لیگ برتر خودش اضافه میکنه. استقلال 1 تراکتور 0. آفساید اعلام کرد. حالا یه حمله از بازیکن استقلال داخل محوطه، فرصت و باز هم محمد رضا اخباری اونجا نذاشت دروازش باز شه. مهدی پور رو ناکام گذاشت. رضا اسدی دیوار دفاعی 3 نفره اسدی خودش میزنه به سمت چارچوب. سینا سعیدی‌فر جمع کرد تو در 2 مرحله این دروازه‌بان جوان و قنبری برای ریکی آلوز. یه پاس توی عمق، موقعیت برای قنبری، یه پاس اونجا میتونن گل مساوی رو بزنن یا خیر و ضربه عباس زاده. در از کجا دید اونجا قنبری انداخت برای عباس زاده. آفساید هم پر کرده بود میرزایی و با نوک پنجه بلند میزنه رافا سیلوا. اونجا دیدی به قشنگ میزنه مهدی قائدی. خود قائدی جلو میره تک به تک و باز هم محمد رضا اخباری یه 180 دیگه باز کرد و یه بار دیگه سر مطهری تک به تک. آفساید نیست. ببینیم بالاخره دروازه باز میشه یا خیر و توی دروازه مهدی قائدی دروازه رو باز میکنه. بالاخره بعد از 2-3 تا تک به تک دروازه اخباری باز شد و استقلال 2 تراکتور 0 پر کرده بود اینجا رشد قادری و این بار مهدی قائدی ضربش رو به گوشه زد. علیرغم اینکه دوباره پا باز کرد محمد رضا اخباری، اما نتونست مانع از گل شدن توپ بشه. استقلال 2 تراکتور 0. خوشحالی مهدی قائدی مغلوب کرده در این دور. یه ضربه و توی دروازه یه سوپر گل. ابوالفضل جلالی حساب کارو 3-0 میکنه. در مقابل هواداران استقلال خوشحالی خودش رو تقسیم کنن. ناراحتی محمد رضا اخباری که چقدر ساده مدافعان تراکتور فضا میدن به بازیکن استقلال. گشت میگیره ابوالفضل جلالی. اینجا ببینید جلالی جلو اومد، مسیر روبروشو نبستن و اینجوری با چپ سنگین به زاویه مخالف زد و دایو دیدنی اخباری فقط گل رو قشنگتر کرد. شیج بلند اخباری رو ببینید، نهایت تلاش خودش انجام داد، اما ضربه جلالی سنگین، زاویه دار و محکم بود و اینجوری خوشحالی خودش رو نشون میده و بغضش هم میترکه. نفت مسجد سلیمان رو در بهترین بازی خودش شکست داد. یه پاس از قنبری پشت دفاع، سعیدی‌فر یه خروج خیلی خوب و همچنان ادامه داره. دروازه خالی، سعیدی‌فر برمیگرده، فرصت هست، اسدی زمینی زد ضربشو. ببینیم با این توپ چیکار میکنه. پاکدل حرکت میکنه، خود حامد پاکدل داخل منطقه جریمه، ضربه‌ای که میزنه توپ رای کورنر شد. حامد پاکدل مهاجم سابق آلومینیوم حرکت و پرسپولیس یه استاسد کند و رد کرد. اینجا یه نوک پنجه، یه دایو دیدنی، چه قوسی داد به بدن خودش سینا سعیدی‌فر با انگیزه بالا. ضربه رو میزنن کورنر رو داخل منطقه جریمه، فرصت بر بازیکن تراکتور و سعیدی‌فر
یه مهار دیدنی دیگه از این سنگربان جوان و با انگیزه. مورایس 4-2 باخته بود. حالا اینجا 3-0 به استقلال ساپینتو. موقعیت بر بازیکن تراکتور داخل منطقه، یه پاس رو به بیرون، رافا سیلوا قطع میکنه موج دوم حمله تراکتور و این ضربه‌ای که درست شاید که سینا سعیدی پر حضور داشت زد ترکید. به خاطر همین که اصلا تو لیست 18 تا هم قرارش نمیداد آقای ساپینتو. ضربه سنگین و توی دروازه، گل اول برای تیم تراکتور. اینجا قنبری تو حرکت این شوت زد، تو اون شلوغی ندید سینا سعیدی پر یه لحظه هم تو تغییر جهت داد بین را، در حالی که به سمت چپ متمایل شده بود. اینجا تو پیچید، روزبه چشمی بود که مسیر توپ عوض کرد و یعنی گل نمیخورد سعیدی پر. تاریخ تقابل‌های این تیم با استقلال شد با 3 گل زده. یه گل از ساقبی جلو افتاد، اونجا یه اشتباه مهدی قائدی توپو میگیره و توی دروازه هتریک مهدی قائدی. حالا 12 گله میشه و میرسه به شهریار مقانلو. چه اشتباه مرگباری کرد مدافع تراکتور و گل 4م هم وارد دروازه تیم تراکتور شد. ویران نشون میده خط دفاع تراکتور. اینجا آقا جانپور یه اشتباه مرگبار رو انجام داد و اینجوری تمریش کرد مهدی قائدی. کاری هم دیگه از دست اخباری بر نمیاد و گل 4م رو خورد. حالا قائدی هم به شیخ دیاباته میرسه در تعداد گل‌های زده به تراکتور و 5 گل میشه و تبدیل به بهترین گلزن استقلال در مقابل تراکتور چمرا با شیخ دیاباته و دومین بازیکنی میشه که در مقابل تراکتور هتریک میکنه. قادری باز هم یه اشتباه دیگه، مهدی قائدی میرن برای گل 5م که اینجا این اجازه رو نمیده محمد رضا اخباری. چقدر اشتباهات فردی دارن انجام میدن بازیکن تراکتور. پاکت رو زمین نشسته، حالا پاس رو میگیره و بلند میشه. صحنه جالبی بود، توپ از دست داد. حالا اونجا یه پاس میده مهدی پور، موقعیت برای گل 5م. ببینیم به سمت میرسه یا خیر، که اونجا انما خطا میکنه ظاهرا داور پوریا ریکا. اگه کارت بده بعد شاید قرمز بده. ببینیم چه تصمیم گیره رضا عادل. رزاقپور اونجا هست، اونجا میره روز چشمی به کمک آقای رضا عادل. کریمی آذر از تیم امید تراکتور. امید تراکتور رو با 2 گلش به فینال برده بود سال قبل که حالا به بازی میاد. اونجا ببینیم درگیری میشه. خود چه اتفاقی افتاد؟ بازیکن‌ها با هم دیگه دارن دعوا میکنن. بازی حیثیتی و سراسر کورکوری که داره به دعوا میکشه. آرش قادری اونجا دعوا شد با روز چشمی، اونجا کنترلش میکنه رزاقپور. خب ببینیم چه تصمیمی میگیره آقای رضا عادل. رزاقپور داره باش صحبت میکنه. خطا رو اعلام کرده، کارت زرد هم داد. ضربه ایستگاهی به نفع استقلال. ببینیم صحنه رو. اینجا آرش قادری به این ترتیب خطا میکنه روی ارسلان مطهری. 2 تا گام هم برداشت، بعد زمین خورد و اخباری توپو جمع میکنه که رضا عادل خطا میگیره. ضربه ایستگاهی به نفع استقلال. مهدی پور ها را ارسال میکنه رو تیر 1. ضربه سر رو اسدی میزنه. اونجا گوستاوو تو گیری خوب از رضاوند داخل منطقه جریمه. فرصت برای استقلال، میرن برای گل 5م. دریبل سرپای محبی که ضربه سر رو اونجا زد پوریا آریاکیا. الان کاپیتان استقلال مهدی قائدی شد و گل، دروازه باز میشه. آرش اونجا محمد حسین مرادمند گل 5م رو میزنه. چه شبی شد برای استقلال. اینجا میبینید به این ترتیب چه ضربه زد بین راه. باز هم این ضربه مرادمند و تورا برخورد کرد به پوریا آریاکیا و تغییر جهت داد و اخباری که به سمت راست رفته بود تو به سمت چپش منحرف شد و دروازه تراکتور باز شد. اسدی توپو زد. میگیرن توپو بازیکن تراکتور. بازی به چپ میبرن. جای ارسال دارن، حالا ارسال انجام میدن. تو بر روی سر قنبری رد میشه و از این سمت راهی اوت میشه. پرتاب به نفع استقلال. مسیک بر سپس سپان عقبه. پرسپولیس 2-0 نساجی رو برده. استقلال هم که اینجا 5-1 تراکتور رو شکست داده.
مهدی پور، محبی از سمت راست، چه ارسال دارن بازیکن استقلال، یه ارسال و گل ششم. استقلال 6 تراکتور 1. نتیجه بازی هوادار تکرار شد. آرش رضاوند دروازه تراکتور رو برای بار ششم باز میکنه. استقلال 6 تراکتور 1. ریکاردو ساپینتو هم میره در حلقه شادی شرکت میکنه. هواداران استقلال رو میبینید سر از پا نمیشناسن از خوشحالی. یه باری از سمت راست نفوذ رو انجام دادن و این هد شیرجه آرش رضاوند و نتیجه 6-1 به نفع استقلال. استقلال به رکورد 51 گل زده رسید در این فصل. این هم ضربه سر سنگین پاکدل که به تیر دروازه خورد و دروازه باز نشد. تو این چند وقت اخیرم یه موقعیت و سینا سعیدی فر باز هم یه دفعه توپ عالی. به این ترتیب تعداد مسی‌های لیگ 1 بیشتر شد. محبی از چپ تو میره داخل محوطه جریمه، رو به بیرون، فرصت و توی دروازه. 7-1. جعفر سلمانی هم گلزنی میکنه. هر دو دفاع چپ استقلال تو این بازی گلزنی میکنن. جعفر سلمانی هم گلزنی میکنه. اینجا کاتبک محبی بغل پای سلمانی توپو به تاق دروازه تراکتور میچسبونه. حالا ضد حمله برای تراکتور. آخرین تلاشه شاگردان پاکو قرمز بلکه بتونن فاصله رو کمتر کنن و بازم پاکدل در مصاف با سعیدی فر ناکام میمونه. سینا سعیدی فر چهره درخشان استقلال در این دیدار، یکی از چهره درخشان و حامد پاکدل. حالا یه پاس یه عمق و اعلام آفساید از مهدی قائدی. بازی به نفع تراکتور باید به جریان بیفته. دنبال زدن گل بیشتر هستن. و سوت پایان بازی برتری 7-1 استقلال در مقابل تراکتور. امیدوارم از این بازی لذت برده باشین. تا دری بعد همتون رو به امر همکارانم به خدای بزرگ میسپارم. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.